بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، زیادی از شما درباره شستن میت علل خصوص در مهاجرت چیکار کنیم، چی خیل شویم، مثل تاجیکستان شرایط نیست و همون خواهرانی که برای شستن میت کمک میکنن در اروپا و روسیه نیستند، برای ما یک نوار آماده کنید گفتید. امروز خواستم با این نوار برای هموطنان، همزبانان، مهاجران علل خصوص یک کمک کرده باشم. عزیزان، خواهیم نخواهیم مرگ حق است، کل نفس ذائقة الموت. خواهیم نخواهیم مرگ را می چشیم و می آید و باید برای این همه آمادگیش را داشته باشد. و اولین کاری که بعد از برآمدن جان میت باید انجام دهیم این پوشیدن چشم میت است و بستن جاغ میت است و این چنین بالای شکمش چیزی را ماندن. چشمانش را می پوشیم برای اون که با برآمدن جان نور چشم هم می رود و شکل میت کمی مخیف و ترسناک می شود. جاغهایش هم دیگر می افتند و شکمش هم سبحان الله دیگر بدن که جان را از دست داد تمام کارهایش متوقف می شود و اگر به شکمش چیزی نمانده، جاغش را نبستید، خیلی شکلش مدهش می شود. برای این حتما باید چشمانش را پوشید و جاغهایش را بست و بالای شکمش اولین کاری که میکنیم یگان چیزی وزمین ماند. بعد از این برای شستن آمادگی میبینیم. البته درباره مراسم عزاداری انشاءالله بعد از اینکه درباره کفن کردن نوار آماده می شود، انشاءالله درباره مراسم عزاداری، بدعت هایی که در عزا هست، سنت هایی که ما در عزا نمیکنیم با صحبت میکنیم. امروز فقط توجه ما بالای شستن باشد. برای شستن میت برای ما چی ها لازم هستند؟ حتما باید دستمال داشته باشیم، هرچی کلانتر، برای پاک کردن جسم تاری میت بعد از شسته شدن. حتما یک اول کفن باید باشد، کفن ما آماده باشد، هنوز بعد نشسته کفن ما آماده باشد. چگونه کفن میکنند و کفن رو میبریم باذن الله در نوار دیگر برایتان آماده میکنم. یعنی همراهی ما باید کفن باشد، همراهی ما حتما باید دستمال کلان باشد و برای کلن عورت میت را پوشیدن یک زیرانداز یا پراستین هم میگویند با زبان روسی، یک زیرانداز کلان داشته باشیم. و این چنین حتمی است برای ما بودن پخته، حتما باید پخته در نزدمون باشد. قیچی باشد، قیچی برای در حالتهای درکاری فقط استفاده می شود. انشاءالله در رفتی نوار برایتون میگویم. همراه همان شانه باشد و یک پوشت سیاهی که داخلش نمایان نشود، داخلش نمایان نشود که داخلش چی میگذاریم بعداً میگویم حتما. و موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که حدیث در بخاری هست، برای شستن میت کافور و سدر از برگ های درخت سدر گفتگی هستند. درخت سدر اساسا در دولت های عرب در جزیره عرب می شود و الان تقریبا در همه جا پیدا کردنش آسان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی دخترکش میمیرد، چگونه که حدیث در بخاری هست، حدیث ام عطیه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با سدر بشوید و در آخر کافور به آن اضافه کنید. یعنی ما برای شستن میت حتما دو خیل آب داریم. آبی که با آن میت رو در اول میشوییم تا 2 بار، اگر خواستیم تا 5 بار هم شسته می شود، برای آنکه 2 بار یا 5 بار چه خیلی که شما لازم میدانید میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. و با یک آبی که با آن مرده رو در اثناءش میشوییم ما میتوانیم از این ورقه های سدری که ببینید خیلی مطحون است، یعنی تماما زیر شده هست یا کوفته شده هست، از این استفاده میکنیم. از مقدارش میگیریم و به داخل آب میاندازیم، و داخل آب میاندازیم. با این آب ما مرده رو میشوییم، با همین آبی که در داخلش چی هست، از برگ درختی سدر است. اگر این نداشته باشیم یگان مشکل ندارد، ما میتوانیم عادی از صابون یا اینکه تمامی موادهای تازه کننده استفاده کنیم. یعنی اگر ما کافور به دستمون نرسد یا در بعضی کشورها عموما پیدا کردنش مشکل است یا اینکه وجود ندارد، این فقط برای خوشبو کردن بدن مرده و سبحان الله در ترکیبش از خواص و خاصیت های دارد که مرده رو یک چند وقت بدنش رو هم تازه نگاه می دارد، هم خیلی و خیلی بدن مرده با این چی میگویم تازه میماند یک مدتی دراز. یعنی خیلی برای جسم میت این کمک دارد.
این رو ما برای 2 بار 3 بار شستن استفاده میکنیم و با آب دیگر از کافور اضافه میکنیم که آخران بار کافور رو شما میتوانید مثلا 1 پاره گرفتم یا 2 پاره گرفتم، خیلی یک بوی عجیب هم دارد، از عطر بالاتر است. داخل آب می اندازم، نگاه کنید، داخل آب می اندازم کافور رو، چقدر زیاد انداختید باز هم خوبتر است از کافور. داخل آب می اندازم و بعد از اینکه با این آب ما شستیم آخران بار رو با این آب گویا می چایقانیم، با این آبی که در داخلش کافور است. و وقتی مرده رو با کافور در آخر می شویند که از صابون این خیلی بلندتر هست و ببینید که حتی حشرات به مرده نزدیکی نمی کند. وقتی که با این مرده رو میشویند حشرات به مرده نزدیکی نمی کند و خیلی یک بوی خوشی دارد که تماما انسان نه از مرده میترسد و آن بوی خوش همه جا رو فرا میگیرد. یعنی از حد بوی خوب دارد کافور. برای همین سنت است که ما از کافور استفاده کنیم و از برگ ها برای شستن. اما گفته نه این رو داریم نه این رو داریم، این فقط سنت است، فرض است. اگر نداشتید مشکل ندارد، و جای این میتوانیم از صابون هم، یعنی کافور بدن رو کمی خنک هم میکند. الکی مثلا انگشتان من اگرچه دست پوش دارم حسیات خنکی دارم، بدن رو خنک هم نگاه میدارد و مدتی دراز به بدن آسیب نمیرسد، یعنی جسمی که با کافور شسته شد. و حتما همراه ما باید مشک یا عطر باشد، چقدر عطر خوشبوی باشد باز بهتر است، چند نماد باشد باز بهتر است و عطر همراه همون باشد و چه خیلی گفتم پخته و شانه و قیچی. اینها چیزهایی هستند که این عطر دیگر است برای هنوز مرده رو ما نشسته. اینها باید در خانه ما آماده باشد، اینها باید در خانه ما آماده باشد. و من شخصا دوستان رو میشناسم که هنوز جوان هستند و همیشه در خانهشون این چیزها پیدا می شود که یک مرگ می آید و تو که اولیای من خیش و تبار من مشقت نکشند، یعنی برای مردن خود آمادگی را دیدند. انا با اینها ما چیکار میکنیم؟ آمادگیمون رو دیدیم، بعد از این شروع میکنیم برای شستن میت. و من اینجا برای اون که برای شما آسان‌تر شود فهماندنش با یک لختکچه یا گفتیم بازیچه نشان میدهم طرز شستن را. تخته الان برای ما لازم است و تصور کنید که عزیزان انا این مرده هست، این مرده زن هست، آره. و ما گفتیم چشمانش رو میپوشیم، چشمان مرده رو میپوشیم از اینکه چشمین بازیچه است و پوشیده نمیشود. من میخوام چشماش بسته باشن بهتر است. نگاه کنید چشمان مرده رو بعد از بستن در نزد ما باید کسی باشد که کمکمون کند، یعنی برای شستن یک نفر کافی نیست. اما اینجا رو نگاه کنید، مثلا در بسیار جایها زیاده میپرسن که مثلا شوهر آیا میتواند چی کند، زن را بشوید یا نه. عزیزان در مسئله شستن مرده هرچی نزدیک و نزدیکتر شست بهتر و بهتر است. نگاه کنید در ما حدیث در ابن ماجه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه میگویند یکی اگر تو از من پیش وفات کردی من خودم تو را میشویم و کفن میکنم. و این چونین وقتی حضرت فاطمه میمیرند حضرت علی میشویند، فقط در کفن کردن کمک میخواهند. خطا نکنم اگر از اسماء بنت امیس بود کمک میخواهند برای کفن کردن. یعنی برای شستن میت دختر، مادر، خواهر، برای مردها برادر، مثلا پسر، بعدن پدر، عمک، تقا، هرچی نزدیکتر و نزدیکتر شستن باز بهتر و بهتر است. اما گفتیم برای شستن نزدیکان ندارن، در این وقت حتما باید انسان امانت دار بشوید، برای اون که امانتی مرده مثل امانت زنده است و چیزی که در مرده خواه و نخواه میبینیم دیده شد نباید به کسی گفت. و البته میتواند زن شوهرش را شوید، شوهر زنش را شوید، چگونه که ابوبکر صدیق پیش از مرگشان گفته بودند مرا همسرم بشوید، که اسماء همسرشان ابوبکر صدیق را شسته بودند. حضرت فاطمه را چه خیلی گفتم روایت صحیح هست، حضرت علی شسته بودند. زن و شوهر یکدیگر را شستن باکی نیست، اما این را هم دانیم که برای یک نفر شستن یکم مشقت است. انشاءالله در اسنادش میبینیم که برای یک نفر شستن یکم مشقت است. اکنون تصور کنید این میت است. در ما اگر مرد باشد از ناف تا زانو پنهان میکنیم، بس از ناف تا زانو پنهان میکنیم تمام. اما
زن کلی بدنش باید پنهان باشد. اگر کمی دستها رو برآوردید بکنید، اما بهتر است دستهایش هم پنهان، همه جایش پنهان باشد. چهرهش گشوده، اگر بالای سرش روی مالچه نباشد هم بکنه، اما بقیه بدنش رو کلا پنهان میکنن. و در اثنای شستن میتوانند از بالا آب ریزن، یعنی یک نفر بریزد یک نفر بشوید، میتوانند از پایان کم کم بریزن، اما کلی بدنی مرده چگونه که سطر عورت زنده حرام است، ببخشید کشودنش حرام است و دیدنش از آن مرده. گفتیم کتفش عورت نیست، نه، آداب این است که چه خیلی میدونید بدن زن خواه و نخواه علل خصوص بعد از مرگ انسان یکم دیده شاید میترسد، شاید تماما منظری بی‌زیب است و حتی انسان هایی هستند که بعد از دیدنی مثلا مرده شستن بیمار هم میشوند اگر طریقه شرعی نشسته باشد و کلا مثلا بالایش پوشیدگی نباشد. اکنون بدنش رو کاملا پنهان کردند. آره، بدنش پنهان است. اولین کاری که میکنن یک کم آرامک، 2 نفر 3 نفر البته با کمک، یک کم شکمی مرده رو همینطور به پایان یک مقداری کمی کمی میفشورند تا اینکه اگر چیزی باشد به پایان فراید، چیزی در شکمش باشد به پایان فراید. همین خیر یک کم کم آرام آرام، سختی سخت نه، کم کم میفشورند. بعد از این آرام به جایش میمانند و اگر در دست پوشک باشد بهتر است، اگر نه باشد میشود با پیچانیدن یک لطه، میشود با پیچانیدن یک لطه. بعد از مثلا اگر دست پوش نداریم میتوانیم یک لطه عادی رو گیریم، به دست پخته میگیرن. نگاه کنید، به دست پخته میگیرن، پخته رو پیچانیدن، یک نفر آب میریزد و آب از همون آب که 1 دقیقه از همون آبی که در داخلش ما در اول کافور ریخته بودیم. اگر کافور نداریم چه خیلی گفتم عزیزان، صابون عادی می شود، صابون عادی، شامپون عادی می شود، هیچ مشکل ندارد. اکنون نگاه کنید، یک نفر با پخته که در دست هست آرام، اون هم از زیر این لطه کلان یا گفتیم زیرانداز عادی عورت میت رو چکار میکند؟ استنجا میکنند یا مستحب میگویم در تاجیکی. از بالا اگر آب ریختن باکی نیست، اما گفتیم نه، از بالا نمی شود، از پایان یک نفر آب میریزد، یک نفر تازه میکند، یعنی پاک میکند. اکنون نگاه کنید، آرام آرام پختچه‌ای که ما پاک کردیم آن رو داخلی گفتم پوشت سیاه می اندازند تا چیزی نمایان نشود، چیزی نمایان نشود. نگاه کنید، بعد از این یک بار کلا تازه کردن آب میریزن، از اینجا نگاه میکنن که آب تازه هست یا نه. اگر دیدن که نه آب تازه نیست، یعنی یکی مثلا یگان چرکینی نجاست دیدن، یک بار کافی نیست، باز یک بار دیگر عیناً همینطور به دست پختچه میگیرن، با پختچه تازه میکنن، پیچانیدگی، نگاه نکرده تماما دستها پنهان چیکار میکنن؟ باز میریزند تا اینکه آب تماما تازه شد. بعد از آب تماما تازه شدن کافی هست. اگر ترسیدن که شاید یگان چیز خارج شود، میشود یگان پخته من تا تمام شدن شستن. اکنون اینجا ببخشید که من چیزی که فراموش کردم، لباس میت بود، لباس مرده. عزیزان، لباس مرده اگر کشیدنش آسان باشد بکشید، اگر کشیدنش مشکل باشد میتوانند عادی قیچی کرده گیرند، یعنی لباس مرده رو میتوانند. اما در وقت کشیدن هم مهمترین چیز پوشیدن سطر عورت است. یعنی یک نفر یا 2 نفر لباسش رو کشیده ایستادن، یک نفر دیگر بالایش رو پوشیده می آید که لباس کشیش هم تماما بدنش نمایان نشود. و اگر گفتیم نه لباسش رو کشیدن خیلی عذاب کشیدن، میتوانند کلا قیچی زنند و لباس رو در همون پوشت سیاه مانند. اکنون ما همین گونه مستحب کرد، یعنی عورتش رو تازه کردن. بعد از این شروع میکنن به طهارت کنانیدن. چگونه که سنتی غسل کردن، طهارت کردن هست، مرده رو هم عیناً برای نماز چه خیلی طهارت میکنیم همین گونه طهارت میکنند. و یکی اگر در ناخن‌های زنک یا دخترک خدای نکرده لک باشد، مثلا حتما لک‌های آن رو باید تازه کرد با موادهای مثلا کیمیاوی که تازه میشود، برای اون که طهارت غسل چه خیلی که میدونید با لک درست نیست. تازه میکنن ناخن‌هایش رو، دستش رو، پایش رو. بعد از این برای طهارت کنانیدن چه خیلی که طهارت میکنیم عادی، اول دست ها رو میشویند، مثلا آبریزان دست ها رو میشویند، مثلا چه خیلی که عیناً طهارت میکنیم، مثلا دست ها رو میشویند، در تمامش چه خیلی گفتم حرکت کنید پنهان باشد. بعد از این دهان و بینی میت رو
ما که نمیتوانیم دهان و بینی میت رو آبگردان کنیم، با پخته تازه میکنن دهانش رو. تازه ای که کردن پخته رو باز داخلی همون کیسه که نمایان نشود چیزی که دیدن. اگر یک بار نشد چرکینیه بو چیزه، دوی بار سیوم بار بینیش رو هم همین گونه تازه میکنن با پخته. بینیش رو تازه کردن تمام. بعد از این به دست مثلا خیلی که طهارت میکنیم، رویش رو میشویند، رویش رو میشویند. بعد از این دست ها رو برای طهارت کردن خیلی که شستیم، مثلا اول دست راست، بعدن دست چپ. بعد از این سرش رو مس میکشن، سرش رو خیلی که مس میکشیم خودمون، سرش رو مس میکشن و پایهایش رو میشوین، پایهایش رو میشوین. نگاه کنید، پایها رو شستیم. این طهارتی کامل کنانیدیم ما میت رو. بعد از این برای زنک، برای زن یکم کاری که میکنند شستن موی ها هست عزیزان. در سرش چیزی باشد پوزیچه، ولیکن برای آسان شدن نوار برای شما این رو گرفتیم. نگاه کنید، موی میت رو میشویند، موی هایش رو میشویند همان گونه که برای غسل میشوید کاملا باید تازه بشوید، یعنی تمام موی ها باید تر شود. و وقتی که شستید موی ها رو شستن، مثلا شستیم تمام کردیم، موی ها رو شستیم و تمام کردیم، موی ها می ایستن. نگاه کنید، اکنون از طرف راست شروع میکنیم، طرف راست، طرف چپ، بعد از این پهلو. اولا می توانید به دستتون یک لیف گیرید یا پخته گیرید یا لطچه گیرید، یعنی دستی لوچ به بدن لوچ نرسد، هرچی بهتر و بهتر است. به دستتون می توانید لطچه گیرید، می توانید پخته گیرید، لیکن پخته اونقدر خوب نیست، من برای لطچه آماده نکردن گرفتم. نگاه کنید، یک نفر آب زدن میگیرد، این لطه اگر تنوکک باشد از بالایش زده می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم لباسشان را نکشیده شسته بودند. نگاه کنید، از تک از پایان شسته طرفی راست تا پایان شسته آمدیم. اگر من نگاه کنید، یا من از پایان یک از شسته ایستاده است، از بالا آب ریخته می آیند. نگاه کنید، شستیم نصف بدن رو، الکی عورتش تازه است، آهسته میگردانیم، این طرف میگردانیم با کل مراعات که بدنش نمایان نشود. برای همین این بالا پوش باید خیلی کلان باشد. آهسته میگردانیم، باز همین خیلی شسته می آییم، نصفی پشتش، شکمهایش، پایهایش شسته آمده. این پهلو، این یک بار حساب شد. ما طرفی راستش رو شستیم، نگاه کنید، طرفی راستش رو شستیم عیناً با همون آبی که چی داریم، کافور داریم، با آبی که کافور داریم. طرفی چپ میگذاریم، طرفی چپ هم از بالا شسته آمده. می توانید یک نفر از یک دست از پایان باشد، نگاه نکرده، یا یک کس از بالا شوید، یک نفر از اینجا آب ریزد، چون آب رو این میگذراند. یا میتوانیم اول شویم بعد همیخیل آب زده رویم. این طرف رو شستیم عیناً باز مثل طرفی راست. نگاه کنید، به طرفی چپ تماما بدنش رو نشان نداده میگردانیم. این طرف هم میشویم از پایان چخیل با دستمون لیفی که داریم یا لطچه که داریم تازه کرده تمامی بدنش رو پهلو گرداندید، این طرف رو همش رو شستید. این یک بار شد، همین گونه 3 بار همین کار رو دوام میدیم. باز این پهلو رو اول یک پهلو گردانده، 2-3 نفر کمک میکنن، این پهلو رو باز این پهلو رو همین طور 3 بار. و اگر گفتید که نه ما شک داریم که بعضی جایهایش به آب نرسید، حتی 5 بار 7 بار می شود. 3 بار و 5 بارش حتما در حدیث آمده است، باکی ندارد. انا همین گونه ما چیکار کردیم، این پهلو رو اول از بالا بریختیم، بعد به پهلو گردانیدیم و شستیم. طرفی چپ رو آب ریختیم، باز به پهلو گردانیدیم و شستیم و سرش رو هم شستیم. با همین شستن تمام است عزیزان. بعد از این رو که کردید حتما نگاه کنید، باید کفن آماده باشد. و ببخشید که من 3 بار رو گفتم، کافور فراموش شد. نگاه کنید، برای من یک نفر نمی شود. در آخر آبی که در خیلی بوی عجیب دارد، آبی که کافور بود
در آخر وقتی که شسته شدیم در سیوم بار اگر 3 بار شویم، در پنجم بار اگر 5 بار شویم، بعد از شسته شدن همین آب رو از سرش شروع کرده به تمام بدنش نگاه کنید، به تمام بدنش میزنیم. یعنی تمام بدن میت باید چیکار کند؟ از این آب کافردار بهره برد، چون هم بدن رو تازه نگاه می‌دارد، هم خوشبو، هم هیچ حشرات نزدیکی کرده نمیتواند. همین گونه آب کافردار رو در آخر میزنیم و با همین غسل ما تمام شد. نگاه کنید خیلی آسان است. اول مستحب کنانیدیم حتما با کمک، بعد از این طهارت کنانیدیم، طرف راست رو شستیم و پهلو گردانیدیم و این پهلو رو شستیم، طرف چپ رو شستیم و پهلو گردانیدیم و این پهلو رو شستیم. با همین 3 بار، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اگر خواستید 5 بار هم می شود شسته می شویم. بعد از شسته شدن اینجا حتما باید خیلی که دیده استودید در یک جای نیشب شسته شود که آب به پایان رود، یعنی آب جمع نشود. و الحمدلله در همه کشورها برای شستن میت چی خاص دارند، یعنی یک جای خاصی شستن دارند که به خانه هم آورده می شود. و بعد از شستن میت شروع می شود مرحله کفن کردن. ولی برای مرحله کفن کردن و بریدن کفن الان نصیب کرده باشد تا وقتی نزدیک برای شما نوار دیگر می کنم. اما برای خشکانیدن نگاه کنید، برای خشکانیدن میت زود دستمالی رو میپرتاییم، بالایش تماما نکشاده، بدن میت را ندیده و نکشاده، چیزی که از ما تر بود میگیریم، با همین خشک میکنیم و زیر این کفنی که بود بعد از خشک کردن کفن رو میمونیم. اکنون کفن چی طور است الان نصیب کرده باشد نوار دیگری من همراه شما هست. الان نگهبان یکایک شما باشد. انشاءالله امید دارم که با این نوار برایتان کمک کردیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.